سخت‌ترین شغل‌ها به ترتیب برو بریم. خب کارگر بازیافت 21م، چوب بری هم شغل حساب میشه. 20م آهنگری خیلی شغل سختیه. 19م شیشه سازی. 18م نگهداری توربین بادی یا ابوالفضل این دیگه چیه. 17م آزمایشگاه تحقیقاتی. 16م یعنی کار در کشتارگاه از آهنگری سخت‌تره. 15م کنترل آفات. 14م جمع‌آوری زباله‌های خطرناک. 13م کارگر خطوط برق فشار قوی. 12م کار خیلی خطرناکیه. غواصی. 11م کارگر دکل نفتی. 10م محیطبان. 9م راننده کامیون حمل مواد خطرناک این ریسکیه واقعا. رتبه 8م خلبان هواپیمای باری. 7م پلیس رتبه 6م گرفته. نظامی 5م کارگر ساختمانی در ارتفاعات. رتبه 4م اکتشافات اعماق اقیانوس. 3م کار سختی هم باید باشه. کار در معادن فکر میکردم رتبه اوله ولی دومه. و سخت‌ترین شغل که تو رتبه 1 قرار گرفته آتش نشانی. حساب کن چیزی نمونده 500 تایی بشیم ما.